تبدیل یک آتش‌سوزی به بزرگترین فاجعه تاریخ آمریکا به علت ناتوانی در مهار آن. فرماندار ایالت کالیفرنیای آمریکا که از گزینه‌های اصلی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 است، میگوید چالش اصلی باد است که امکان هر کار مؤثری را برای مهار آتش سلب کرده و ممکن است فاجعه گسترش و تلفات بیشتر شود. سوال بزرگ اینه که تلفات تا چه حد ممکنه افزایش پیدا کنه و در روزهای آینده چه اتفاقی قراره بیفته، چون کسی الان حریف باد نمیشه. من در 2 سال گذشته در چند درگیری و جنگ کار خبری کردم. اونچه که اینجا از خرابی‌ها میبینم منو واقعا یاد مناطق جنگی میندازه. ما هنوز در شرایط پایدار و روشنی نیستیم. البته نباید افرادمون رو ناامید کنیم، اما واقعیت اینه که ما با رفتار شدید و به شدت تهاجمی آتش روبرو هستیم. هر چند ساعت برای 10,000 نفر دیگر از ساکنان منطقه لس آنجلس دستور تخلیه صادر می شود. 92,000 نفر دیگه دستور تخلیه دریافت کردند چون آتش هنوز مهار نشده و لس آنجلس در انتظار بادهای شدیدتری قرار داره. الان 75% از منطقه زیبای پالیسیدز به کلی نابود شده. خودروهای شمار زیادی از مردم مناطق تخلیه شده‌ای که هنوز طعمه آتش نشده برای بازگشت به خانه‌هایشان صف کشیدند، اما نیروهای نظامی اجازه بازگشت به آنها نمیدهند. مردم میگن ما باید به خونه هامون برگردیم تا ببینیم سوخته یا نه، چون جایی برای موندن نداریم، اما نمیتونیم اجازه چنین کاری رو بدیم. شرایط خیلی خطرناکه و ما هنوز در جستجوی تعداد نامشخصی از بقایای اجساد در میان آوارهای ناشی از آتش‌سوزی هستیم. باید صبر کنید. به علت ناتوانی در مهار و مدیریت بحران آتش‌سوزی لس آنجلس، تومار مردمی درخواست استعفای شهردار این شهر تاکنون به 135,000 امضا رسیده. ضمن اینکه فراخوان مشابهی هم برای برکناری فرماندار ایالت کالیفرنیا با چند هزار امضا آغاز شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.